اولین مرافع دادگاهی زرقبک سیدامینی روزنامه‌نگار بازداشت شده بعد ظهور روز 11 اکتبر سال 2022 پشت درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند قرار بود که مرافعه در دادگاه نویه اسماعیل سامانی پایتخت گذرد، اما با سبب برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد و به آنها اجازت ورود ندادند. به سبب بسته بودن مرافعه جزئیات آن دسترس نیست. معلوم نیست که این روزنامه‌نگار اتهامات را پذیرفته است یا نه. یکی از پیوندان زرقبک سیدامینی گفت نام و نسب زرقبک در روی خط پرونده هایی که بررسی می شود در دادگاه نویه اسماعیل سامانی نوشته شده بود، اما به ما گفتند که در سزا می گذرد نه در سود. هیچ نفری از نزدیکان را اجازه در آمدن ندادند. این در حالی است که هفته پیش حبیسه یتیمووا مادر سیدامینی به رادیو آزادی گفته بود که 3 ماه باز او را ندیدند و نمیدونند که در چه شرایط به سر میبرد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی در مرافعه نخستین تنها وکیل دفاع روزنامه‌نگار شرکت کرده طرفها با پرونده شنود شدند. در مرافعه های بعدی 4 شاهد دعوت می شوند که یکی از آنها دوست زرقبک سیدامینی است که همراه به بازپرسی دعوت و بازداشت شده بود. 3 نفر دیگر کارمندان یک اداره دولتی هستند. گفت امصوبت ما که نخست نامش گرفته شود. دادرش جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمیدهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مانده است، اما سانحه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگار تاجیک به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر شده است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کردند. زرقبک سیدامینی روز 8 ایول سال 2022 از طرف پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات تحقیق پرونده زرقبک سیدامینی 38 را بر اساس قسم 2 ماده 307 جمع و بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند.